سلام رفقای عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. امروز اومدیم در خدمت شما هستیم با یه ویدیو کوتاه دیگه. آقا امروز من یه گوشه از باغچه رو تمیز کنم. اگه جدید هستی حتما کانال رو سابسکرایب کن که قرار کلی چیزای خفن تو کانال ببینیم. لیتس گو، بزن بریم. اره با غلاف افتاد، اره بدون غلاف. این از گلایی که دستم میبینیم بچه‌ها ریشه‌شون تقریبا اونجا بود که همه رو کندم. این بوته درازی هم که میبینیم بوته تمشکه که من یک سال پیش تقریبا اینو اینجا کاشتم و الان خیلی بزرگ شده و تصمیم گرفتم که اینجا رو تمیز کنم. ولی قبل اینکه اونجا رو مرتب کنیم میخوام این درخت آلوچه هم که خوش شده بزنم از ریشه. تقریبا داره در میاد. بچه‌ها این دور و بر رو اصلاح کردیم، حالا یه چند تا پایه چوبم میذاریم. تو ویدیوهای بعدی بهتون نشون میدم که بتونه راحت این درخت رشد کنه. اگه خوشت اومد حتما از من حمایت کنه، کانال رو ساب داشته باش. مرسی از تک تکتون. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.